به نام خدا. سلام. جلسه پنجم آموزش ساخت بازی دو بعدی در جاوا رو مشاهده می‌کنید. در این جلسه قصد داریم که بازی رو به جریان بندازیم. خب چطوری بازی رو باید به جریان بندازیم؟ برای به جریان انداختن یک بازی در جاوا از متد ران استفاده می‌کنیم. خب در بدنی متد یک حلقه تعریف می‌کنیم، یک حلقه بی‌نهایت. یک حلقه وای تعریف می‌کنیم، شرطش هم بی‌نهایت قرار میدیم، کلوچو باز بسته می‌کنیم. خب الان یک حلقه بی‌نهایت رو پیاده سازی کردیم. برای ایجاد یک حلقه بی‌نهایت کافیه که یک حلقه وایل و شرطش رو ترو قرار بدیم. خب درون این حلقه بی‌نهایت متد موو کلاس گیم رو صدا میزنیم. این متد موو مربوط به متد موو کلاس گیم هست. بعد متد دومی که صدا میزنیم متد ریپین هست. متد ریپینت این متد هر بار که صدا زده بشه دستورات درون متد پینت کلاس گیم اجرا میشه. خب وقتی که بازی رو اجرا کنیم و ترد برنامه‌مون که اسمش ایگ ترد هست از طریق متد added notify استارت میخوره، متد ران به صورت اتوماتیک اجرا میشه و دستورات درون اون هم خب عادتا اجرا میشه. خب ما قصد داریم با استفاده از متد اسلیپ، دستور ترد دات اسلیپ سرعت بازی رو کنترل کنیم. متد ترد دات اسلیپ باعث میشه یک وقفه ایجاد کنه و بازی رو تحت کنترل بگیریم. اگر از این متد استفاده نکنیم، از این دستور استفاده نکنیم، از دستور ترد دات اسلیپ استفاده نکنیم، بازی با یک سرعتی اجرا میشه که اصلا قابل انجام نیست. پس ما باید سرعت بازی رو کند کنیم که کاربر بتونه با اشیای درون بازی بازی کنه و اگر از این دستور استفاده کنیم سرعت اشیای درون بازی خیلی بالا میره به طوری که اصلا نمیشه بازی رو انجام داد. خب ما پارامتر متد اسلیپ بر اساس میلی ثانیه است. هر 1000 میلی ثانیه یک ثانیه است. ما 10 میلی ثانیه برای این متد در نظر میگیریم. خب اینجا یک هشدار بهمون داده، گفته باید از ترایکش استفاده کنیم. خب ما هم پیشنهاد اکلیپس رو قبول میکنیم و دستور ترد دات اسلیپ رو در بلوک ترایکش قرار میدیم که اگر استثنایی رخ بده کنترل بشه. خب ما الان دستوری که باعث میشه بازی به جریان بیفته رو پیاده سازی کردیم. خب پس برای به جریان انداختن بازی نیاز به متد ران داریم و که درون کلاس گیم هست که نقش برد بازی رو داره و یک حلقه بی‌نهایت که چندین بار همینجور متد حرکت رو صدا بزنه و متد پینت رو باز با دستور ریپینت همینجور صدا بزنه و تکرار کنه. با تکرار متوالی این دو متد بازی به جریان میفته. خب تا اینجا داشته باشیم. خب ما میریم با برنامه رو ران میکنیم. متد ران از روی کلاس مین کلیک سمت راست میکنیم، گزینه ران از یا اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم. خب
عادتا اینجا باید یک تخم‌مرغ برای ما نمایش میداد و از بالا و پایین راه میشد و حرکت تخم‌مرغ رو باید مشاهده میکردیم، اما این اتفاق نیفتاد. دلیلش چیه؟ اینجا ارور خطای not found فایل داده، چون که در کلاس ایک تخم‌مرغ اگر یادتون باشه ما یک بافر ایمیج تعریف کردیم و از طریق این دستور image.io.read فایل تصویری egg.png رو از درون کامپیوتر میخونیم، اما ظاهراً فایل تصویری egg.png در درون کامپیوتر ما موجود نیست. خب ما بررسی میکنیم. اینجا فولدر پروژه بازی رو میبینید، egg game tutorials و فولدر src که پکیج جاوا لایت و کلاس های برنامه درونش قرار داره. ما باید این قسمت اینجا فایل تصویری اون رو قرار بدیم، یعنی فایل egg.png فایل تصویری باید اینجا قرار بگیره، یعنی در فولدر پروژمون. اسم پروژمون egg game tutorials است. خب ما از قبل سری تصاویر آماده کردیم، تصاویر تخم مرغ، سبد، تصاویر پس زمینی بازی رو تشکیل میده، تصویر سبد بازی، نه تصویر تخم مرغ، اینم برای تصویر گیم اوور هست. همه بازی‌ها فقط الان ما داریم از تصویر استفاده می‌کنیم، چه در اندروید، در هر زبان برنامه‌نویسی که شما می‌خواید بازی طراحی کنید، حتما نیاز به ایمیج ها و تصاویر دارید برای زیبا کردن بازی، برای نشان دادن اشیای درون بازی نیاز به تصاویر داریم. حتی اگر می‌خواید با موتور بازی سازی هم کار کنید، باز نیاز دارید که یکی باشه براتون این تصاویر رو طراحی کنه. یعنی فقط ما نیاز به برنامه‌نویس برای نوشتن بازی نداریم، نیاز به یک طراح گرافیک هم داریم که اشیا و کاراکترهای درون بازی رو طراحی کنه. خب من این تصاویر از قبل آماده کردم. حالا یه جلسه هم یک سری ریزه‌کاری داره این تصاویر، یه جلسه اختصاص میدیم به این ریزه‌کاری این تصاویر. خب من نیاز به فایل ایک دارم، تخم مرغ، کپیش میکنم، کلیک سمت راست، کپی و در گوشه پروژمون پیست میکنم. خب یه بار دیگه بازی رو ران میکنم، از کلاس مین کلیک سمت راست میکنم، گزینه ران از جاوا اپلیکیشن انتخاب میکنم. خب همونطور که میبینید تخم مرغ ما رها شد و از صفحه خارج شد. یه بار دیگه ران میکنیم، از بالا به پایین تخم مرغ داره راه میشه این تصویر. پس ما تا اینجا کار نمایش تخم مرغ و انیمیشن سازی و متحرک ساختن تخم مرغ رو انجام دادیم. خب فعلا دست نگه می‌داریم، تخم مرغ داره از صفحه خارج میشه، فعلا کارش نداریم، میریم سراغ ادامه مسئله. پس برای به جریان انداختن بازی از متد ران استفاده کردیم و از یک حلقه بینایت که متد موو و ریپینت مدام تکرار میشد و با استفاده از دستور thread.sleep سرعت بازی رو کنترل میکردیم. خب گفتیم که برای کنترل سرعت بازی از دستور thread.sleep استفاده میکنیم. مثلا اینجا 10 میلی ثانیه گذاشتیم، هر چقدر این مقدار بیشتر بشه سرعت بازی کندتر میشه. مثلا الان اگر ما به جای 100 بذاریم و بازی رو اجرا کنیم، همونطور که میبینید سرعت بازی خیلی کم شده و بازی اصلا خسته کننده میشه، اصلا جالب نیست. پس باید به سرعت بازی هم دقت کنیم، یا اگر زیاد سرعت بازی رو زیاد بالا ببرید باز هم بازی جالب نمیشه. مثلا نگاه کنید سرعت خیلی میره بالا. بهتره که یک مقدار مناسب برای دستور thread.sleep انتخاب کنیم. مثلا الان ما 3 بذاریم برنامه رو اجرا کنیم، خیلی سرعت میره بالا.
ما اینجا مقدارش رو 10 گذاشتیم و بازی رو اجرا میکنیم. همونطور که سرعتش تقریبا ملایمه. خب میریم سراغ ادامه مسئله. خب فعلا کلاس تخم مرغ رو رها میکنیم و ادامه مسئله رو بررسی میکنیم. اینجا گفته کاربر با داشتن یک ثبت باید تمامی تخم مرغ ها رو جمع آوری کنند. خب با یک کلاس به نام کاربر روبرو شدیم یا اون پلیر. خب ما یک کلاس به نام پلیر در برنامه کلیپس ایجاد میکنیم. برمیگردیم به برنامه کلیپس و فولدر پروژمون روی پکیج جاوا لایک کلیک سمت راست میکنیم، گزینه نیو و گزینه کلاس رو انتخاب میکنیم. اسم کلاسمون رو پلیر قرار میدیم. خب برمیگردیم به صورت سوال. خب ما سیو در اینجا کلاس پلیر. خب در کلاس پلیر هم یک شی از کلاس گیم که نقش هسته و برد بازی رو داره ایجاد میکنیم. چرا گاهی نیاز پیدا میکنیم برخی از ویژگی ها و متدهای مربوط به کلاس گیم را صدا بزنیم. به همین دلیل یک شی از کلاس گیم در بدنه کلاس ایجاد میکنیم. گاهی ما نیاز داریم که از طریق سایر کلاس ها به کلاس گیم که نقش به ویژگی ها و رفتارهای کلاس گیم که نقش برد بازی رو بر عهده داره دسترسی پیدا کنیم. با این خاطر همیشه بهتره که کلاسی که نقش برد رو داره در سایر کلاس ها ازش شی ایجاد کنیم. ما هم اینجا ازش شی ایجاد میکنیم، شی به نام گیم که از نوع کلاس گیم هست. خب ما پابلیک پلیر سازنده یا کانستراکتور کلاس پلیر هست. در بدنه کانستراکتور کلاس پلیر یک پارامتر در به عنوان پارامتر شی از کلاس گیم بهش میدیم و در بدنه سازنده با کلمه کلیدی دیس شی گیم رو صدا میزنیم. این گیم مربوط به این گیمه، یعنی گیمی که در بدنه کلاس ایجاد کردیم و گیمی که سمت راست مساوی قرار میگیره گیمی است که اون گیم محلی است که به عنوان پارامتر به سازنده که از به عنوان سازنده پارامتر سازنده پلیر بهش دادیم. خب تا اینجا کلاس پلیر رو دیگه کارش نداریم. برمیگردیم به صورت مسئله. گفته با داشتن یک سبد باید تمامی تخم مرغ ها رو جمع آوری کنیم. خب سبد هم نقش یک کلاس رو داره. باز برمیگردیم به برنامه کلیپس و یک کلاس سبد ایجاد میکنیم به نام باسکت. خب در فولدر پروژمون ایگ گیم تاتوریالز، فولدر src، پکیج جاوا لایک کلیک سمت راست میکنیم رو پکیج جاوا لایک، گزینه نیو کلاس رو انتخاب میکنیم. پس کلاس سبد رو میسازیم و فینیش میزنیم. خب کلاس سبد تا اینجا در پکیج جاوا لایک قرار داره. اسمش هم باسکت هست، با حرف بزرگ شروع شده و این هم سازنده کلاس باسکت هست. خب همونطور که میدونید اولین گام اینه که شی گیم رو در این کلاس ایجاد کنیم مثل سایر کلاس ها. خب به عنوان پارامتر به سازنده این کلاس میدیم و کلاس شی گیم رو صدا میزنیم. شما باید این کار، یعنی هر کلاسی که در کنار کلاس گیم که نقش برد بازی رو بر عهده داره باید شی گیم در اون کلاس ها پیاده سازی بشه. خب برمیگردیم به صورت سوال. بعد گفته تمامی تخم مرغ ها رو جمع آوری کند و اجازه ندارد حتی یک تخم مرغ رو روی زمین بیفتد. با جمع آوری هر تخم مرغ 10 امتیاز به کاربر داده می شود.
پس کاربریه که فعلا کار متد جمع آوری نداریم، فعلا دست نگه داریم، بعد بهش میپردازیم. خب گفته کاربر 10 امتیاز به کاربر داده میشه. پس کاربر یا اون پلیر ما یک متغیر داره، یک ویژگی به نام امتیاز یا اسکور داره. ما باز برمیگردیم به اکلیپس و کلاس پلیر و در بدنی کلاس پلیر یک ویژگی به نام اسکور تعریف میکنیم که از نوع اینتیجر هست. بهتره که پرایویت باشه، که کپسولیشن رو رعایت کرده باشیم. بهتره که اینجا هم گیم و پرایویت قرار بدیم و در کلاس باسکت هم گیم و پرایویت قرار میدیم برای رعایت کپسولیشن. خب برمیگردیم کلاس پلیر. همونطور که میدونید یک اسکور از نوع اینتیجر در کلاس پلیر تعریف کردیم. برمیگردیم به مسئله. بعد گفته در صورت افتادن یک تخم مرغ بر روی زمین، کاربر بازی را میبازد و گیم اوور میشه. خب باز این پس متد جمع آوری و باختن و ویژگی باختن و ویژگی جمع آوری و باختن و متد گیم اوور رو همینا رو ما اینجا متدی به نام جمع آوری داریم، متدی به نام باختن و یک ویژگی به نام گیم اوور داریم. همه اینا رو نگه می‌داریم، بعد بهشون میپردازیم. ادامه مسئله. در این بازی تخم‌مرغ‌ها در موقعیت افقی تصادفی از بالا و پایین رها میشوند. خب ما بررسی کردیم مختصات تخم‌مرغ، همه اینا رو بررسی کردیم. حرکت تخم‌مرغ از بالا به پایین گفته تصادفی از بالا و پایین رها میشن. پس اینجا گفته تخم‌مرغ‌ها به صورت تصادفی از بالا و پایین رها میشوند. کاربر با کلیدهای راست و چپ کیبورد سبد را در موقعیت افقی جابجا میکنن. ما فعلا کار به کار کلاس تخم‌مرغ نداریم که کلاس سبد رو داریم بررسی میکنیم. باسکت گفته در اینجا گفته کیبورد کلیدهای کاربر با کلیدهای سمت راست و چپ کیبورد سبد را در موقع افقی جابجا میکند. پس کلاس باسکت ما نیاز به دکمه‌های کیبورد داره، با دکمه‌های کیبورد هدایت میشه. پس باید اینترفیس کلیستینر رو در کلاس باسکت یا سبد پیاده‌سازی کنیم. خب برمیگردیم به کلاس باسکت. کلاس باسکت رو ایمپلیمنت میکنیم به کلیستینر، اینترفیس کلیستینر. خب وقتی که اینترفیس کلیستینر رو ایمپلیمنت کردیم بهمون پیام میده که باید متدهای اون رو اوورراید کنیم. ما هم کار انجام میدیم. 3 متد داره. کی پرس زمانی که شما دکمه کیبورد رو فشار میدید صدا زده میشه. کی ریلیز وقتی که دکمه کیبورد رو رها میکنید صدا زده میشه. کی تایپینگ همزمان که دارید تایپ میکنید که همون دکمه ها رو فشار میدید باز صدا زده میشه. خب برمیگردیم به مسئله. گفته بعد گفته سبد را در موقعیت افقی جابجا میکند به گونه‌ای که ابتدا بتواند تخم‌مرغ‌ها را. پس سبد باید در موقعیت افقی جابجا بشه. پس سبد هم دارای مختصات هست. موقعیت افقی دارای مختصات هست و در موقعیت مختصات خودش گفته جابجا میشه در موقعیت افقی، یعنی که وای ها ثابت ایکس ها متغیر. خب ما اینجا کلاس باسکت سری نکاتش رو جمع آوری کردیم. خب گفتیم که سبد در موقعیت افقی جابجا میشه. پس سبد نیز دارای مختصات x و y هست. پس این مختصات رو در کلاس باسکت پیاده‌سازی میکنیم. private int x به عنوان نقطه x هم به عنوان نقطه y. پس مختصات باسکت خودمون سبدمون رو تعریف کردیم x و y.
خب برمیگردیم به مسئله. در اینجا گفته شده که سبد در موقعیت افقی جابجا می‌شود. پس جابجایی هم ذهن ما رو به سمت متد موو میبره. پس کلاس باسکت هم کلاس سبد هم متد موو داره. پس برمیگردیم به اکلیپس، کلاس باسکت و متد موو. برای این کلاس تعریف میکنیم متد حرکت. خب متد موو کلاس باسکت هم تعریف کردیم. حالا باید دستوری به کار ببریم که سبد رو در موقعیت افقی جابجا کند. برعکس تخم‌مرغ که در موقعیت ارتفاع از بالا و پایین راه میشد حرکت میکرد، سبد در موقعیت افقی جابجا میشه. خب برای این کار باید این دفعه برعکس تخم‌مرغ باید نقطه مختصات x رو تغییر بدیم و نقطه y تخم سبد ثابت میمونه. اگر صفحه فریم رو به این صورت تصور کنید که این بخش میشه محور وای ها که در اینجا وای 0 تا وای میشه 500 و در اینجا x 0 تا x میشه 600. این یک صفحه 600 در 500 هست. ما باید نقطه x هامون تغییر کنه و نقطه y هامون ثابته. فرض کنید که این خط مشکی رنگ محوری باشه که سبدمون و این مستطیل بنفش رنگ سبد ما باشه و این خط مشکی ریلی باشه که سبد ما در این ریل حرکت میکنه. این ریل نقطه وایش ثابته، چه وای اینجا باشه چه سبد در این بخش چه در این بخش وایمون ثابته اما ایکسمون تغییر میکنه. برای درک بهتر به این بخش میایم. فرض کنید اینجا این ریل وایش 400 و نقطه ایکسش از 0 تا 600 و این مستطیل بنفش سبدمون باشه. ما قصد داریم سبدمون مختصات افقی یعنی در محور افقی جابجا بشه. یعنی سبد ما بالا پایین نمیشه، فقط محور افقی رو میپیمایه. پس باید x ها متغیر باشه، x 0 تا 600 متغیر باشه اما y مون ثابت. به این خاطر کار به کار مختصات نقطه y نداریم و باید نقطه x ها رو تغییر کنن. خب متغیر x ها چیه؟ متغیر x ها متغیری است که مقدارش با نقطه x ها جمع میشه و سبب حرکت سبد در عرض فریم میشه. پس ما نیاز داریم که یک مقدار به نقطه x مون اضافه بشه و باعث بشه x مثلا برسه به 100، از 100 برسه به 300، از 300 برسه به 600 و برگرده. پس متغیری که میتونه این کار رو برای اون انجام بده x هاست. خب این دستور رو پیاده سازی میکنیم. برمیگردیم به کلاس بیکلیفس و کلاس باسکت و در متد موو دستور x مساوی با x به اضافه x ها رو پیاده سازی میکنیم. خب اینجا به اون ارور میده. خب متغیر x ها رو اینجا پیاده سازی میکنیم. متغیر x ها رو مقدارش رو 3 قرار میدیم. یعنی وقتی که 3 قرار بدیم مقدار متغیر x 3 تا جابجا میشه. یعنی سبد ما 3 تا جابجا میشه تا برسه به x مساوی با 600. خب برمیگردیم. حالا قصد داریم یک تصویر سبد رو به عنوان شی سبد در بازی نمایش بدیم، مثل کاری که برای تخم‌مرغ انجام دادیم. خب برای خوندن یک تصویر از کامپیوتر ابتدا یک شی از کلاس بافر ایمیج ایجاد می‌کنیم. خب ما اینجا از قبل کد رو آماده گذاشتیم که وقت کمتر تلف بشه. پس در بدنی کلاس
یک شی از کلاس بافر ایمیج ایجاد میکنیم، اسمش گذاشتیم باسکت ایمیج. اینجا یک خطا داده، گفته باید پکیج جاوا awt.image رو ایمپورت کنیم. ما هم این کار انجام میدیم. خب بعد از اینکه یک شی از کلاس بافر ایمیج ایجاد کردیم، از طریق این دستور باید تصویر رو از محیط کامپیوتر بخونیم و درون شی ساخته شده از نوع کلاس بافر ایمیج قرار بدیم. خب اینجا دلیل این خطا همه میگه باید پکیج هاشون ایمپورت کنیم. ما هم این پکیج هایی که اکلیپس بهمون پیشنهاد داده ایمپورت میکنیم. خب در اینجا شی باسکت ایمیج که از نوع بافر ایمیج هست، از طریق دستور image io.read و یک شی از کلاس فایل ساختیم و آدرس تصویری از محل کامپیوتر رو به این فایل دادیم. به این فایل این تصویر رو میخونه و درون شی باسکت ایمیج که از نوع کلاس بافر ایمیج هست میریزه. خب ما ایمیج باسکت رو اینجا کپی میکنیم و در فولدر پروژمون که اسمش از egg in game tutorials پیست میکنیم. برمیگردیم به اکلیپس. خب تا اینجا میریم داخل مسئله. بعد گفته برای نمایش تصویر از متد پینت استفاده میکنیم. خب دیگه با متد پینت آشنا هستید. متد پینت برای نمایش اشکال و تصاویر گرافیکی است. ما این دستور رو کپی میکنیم و در بدنی کلاس باسکت پیست میکنیم. خب بازم بهمون پیام میده که باید این پکیج های مربوطش رو ایمپورت کنیم. پکیج هایی که اکلیپس بهمون پیشنهاد داده رو ایمپورت میکنیم. خب حالا برای رسم تصویر از متد دراگ ایمیج استفاده میکنیم. متد دراگ ایمیج. خب ما متد دراگ ایمیج همونطور که میدونید چند تا هست. ما با اون متد دراگ ایمیج کار داریم که 4 متغیر است. 1 2 3 4. با 4 تا متغیرش کار داریم. کار بقیه‌اش دیگه نداریم. متغیر به جای arg 0 نام تصویرمون، نام تصویری که از نوع کلاس بافر ایمیج هست، اسمش هم باسکت ایمیج هست. به جای arg 1 مختصات نقطه x، به جای arg 2 مختصات نقطه y و به جای arg 3 نال قرار میدیم. در آخر یه سیمیکولون هم میذاریم. خب با این کار تا اینجا تصویرمون از محلی از کامپیوتر خونده میشه که محل تصویرمون درون فولدر پروژمون هست و از طریق متد پینت و همچنین متد دراگ ایمیج این متد رو در پنل برنامه نمایش میدیم. خب برمیگردیم به سراغ کلاس گیم. ما قصد داریم مثل تخم مرغ یک نمونه از کلاس باسکت سبدمون ایجاد کنیم. خب باسکت ابتدا اسم کلاس، بعد یک نام براش انتخاب میکنیم. باسکت آبجکت، یک شی از کلاس باسکت آبجکت. بعد از طریق کلمه کلید نیو سازنده کلاس باسکت رو صدا میزنیم. خب باید یک شی از نوع کلاس گیم بهش بدیم، چون که تو خود کلاس گیم هستیم. به جای که از کلاس گیم شی بسازیم، از کلمه کلید دیس استفاده میکنیم که به شی کلاس گیم اشاره میکنه. خب بعد حالا با نمونه ایجاد شده در متد پینت کلاس گیم، با نمونه ایجاد شده از کلاس باسکت که اسمش هست باسکت آبجکت، در کلاس پینت کلاس گیم متد پینت موجود در کلاس باسکت رو صدا میزنیم. همونطور که از قبل هم گفتیم دو متد پینت
و موو کلاس گیم که نقش برد بازی رو داره، باید سایر کلاس ها که متد پینت دارن و متد موو دارن در این دو متد پیاده سازی بشن. متد های پینت در کلاس پینت، متد های موو در متد های پینت در متد پینت کلاس گیم و متد موو در متد موو کلاس گیم. خب ما اینجا از طریق شی باسکت آبجکت متد پینت کلاس باسکت رو در بدنی متد پینت کلاس گیم صدا زدیم. به این صورت که مشاهده میکنید. خب حالا میریم سراغ متد موو کلاس گیم از طریق شی باسکت آبجکت متد موو کلاس باسکت سبدمون رو صدا میزنیم. خب بعد میریم سراغ کلاس مین و برنامه رو اجرا میکنیم. کلیک سمت راست میکنیم، ران از جاوا اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم. خب همونطور که میبینید وقتی برنامه رو اجرا میکنید سبد از بالا، ما قصد سبد این سمت باشه یعنی پایین فریم قرار بگیره. برای این کار برمیگردیم به سمت کلاس باسکت و وای رو مقدارش رو غلط 0 بود میدیم، چون که فریم حد اکثر اندازه ارتفاع فریم 520. دیگه به سمت سراغ کلاس مین که بیایم، حد اکثر ارتفاع فریم برنامه 520. ما به جای 520 چی میخوایم که این بالاتر قرار بگیره 450 میدیم و برنامه رو تست میکنیم. خب بازم میبینیم که از فریم یک قسمتش خارج شده، به جای 550 400 میدیم. دیگه دست خودتون، اینجا باید دیگه همزمان هم تغییر بدید و برنامه رو تست کنید تا به نتیجه مطلوبتون برسید. خب تقریبا اینجا نتیجه چیزی که میخواستیم. الان نگاه کنیم این سبد در موقعیت افقی فریم جابجا میشه اما از صفحه فریم خارج میشه. ما الان قصد داریم که سبدمون رو یعنی کلاس باسکتمون در صفحه فریم بمونه، وقتی به حرکت در میاد از صفحه فریم خارج نشه. مثلا برگردیم به اینجا، ما خواهیم کاری کنیم وقتی که این فرض کنیم این سبدمون باشه، سبدمون رسید به اینجا برگرده، نه که از صفحه خارج بشه. نباید از صفحه خارج بشه، باید سری دستور است، سری شرط به کار میبریم که به برنامه بگیم وقتی سبد رسید به انتهای محور افقی فریم برگرده. وقتی که x محور افقی صفر شد یعنی از x کوچکتر شد مقدار نقطه x باز برگرده. خب برای این کار برای اینکه سبد در چارچوب فریم بمونه سری شرط نیاز داریم. شرط اول، برمیگردیم به کلاس باسکت و در متد این شرط باید در متد موو پیاده سازی بشه، چون متد موو کار حرکت سبد رو انجام میده. اینجا شرطمون میگیم اگر x به اضافه xa، گفتیم اگر فریم یعنی اگر سبد رسید به انتهای نقطه محور x ها یعنی به 600، اگر x از 600 بزرگتر شد برگرده. پس اینجا میگیم اگر x به اضافه x ها، البته برمیگردیم به کلاس مین، محور یعنی عرض فریممون 626. خب ما اینجا قرار میدیم 600، میگیم اگر x به اضافه x ها بزرگتر از 600 شد، x ها این دفعه به جای مثبت 1 منفی 1 میدیم. چرا منفی 1؟ میخوایم وقتی که به 600 رسید x ها به جایی که بهش اضافه بشه، x ها وقتی 1 باشه، وقتی که مثبت باشه همینجور اضافه میشه میره بالا. اگر x ها منفی شد همونطور که در قبل بهش اضافه میشد یعنی جمع میشد با یک عدد مثبت و این سبد میرفت جلو. وقتی که x ها منفی باشه این دفعه برعکس میشه،
یعنی از مقدار x کم میشه و همینجور سبد برمیگرده. خب چون که ما x رو اینجا 3 گذاشتیم به جای -1 میذاریم به جای -1 میذاریم -3 و شرط بعدی میگیم اگر x به اضافه xa کوچکتر از 0 شد xa رو مثبت 3 کن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که داره x یعنی سبد داره برمیگرده و x هاش کاهش پیدا میکنه، وقتی که رسید به x مساوی با 0 باز به جایی که میخوایم کاری کنیم که x افزایش پیدا کنه، پس باید x مساوی یک عدد مثبت بشه که افزایش پیدا کنه. اگر این عدد همچنان منفی باشه از صفحه فریم خارج میشه، پس باید باز xa مثبت بشه که ما مثبت 3 رو قرار دادیم. خب برنامه رو ران میکنیم، کلیک سمت راست، ران اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید سبد در فریم باقی مونده، اما باز بخشیش از فریم خارج میشه، یک قسمتی از سبد داره از فریم خارج میشه. خب باز باید در شرطمون تغییر ایجاد کنیم. در این شرط به جای 600 میذاریم 550. باز ران میکنیم، بازم یک کمیش میره بیرون از فریم، میذاریم 500. همینجور باید برای خودتون تغییر بدید، یعنی که این چیز آزمون خطایی هست، همینجور باید این اعداد تغییر بدید که به نتیجه دلخواهتون برسید. خب ما الان 500 گذاشتیم. خب الان دیگه همونطور که مشاهده می‌کنید سبد در بدنی فریم باقی موند. خب ادامه آموزش رو در جلسه بعدی بررسی می‌کنیم.